ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷампур. гуфтори панҷум. بنابر بازیافت‌های سالهای آخر از افغانستان در یک سنگ نبشته باختری زبان این متن آریا یعنی آریایی گفته شده است. این دلیل تاریخی اثبات آن است که گذشتگان تاجیکان مردم باختری زبان خود را آریایی می نامیدند. نام آریا، آریانا همچون اصطلاحی اتنیکی در ترکیب نامهای اشخاص و نامهای جغرافی، سرزمینهای تاریخی و یا وطن مردمان آریایی هم در اوستا، هم در آثار زمان هخامنشیان، هم در منابع یونانی و اسلامی کاربرد فراوان دارد که این همه دلیل منسوبیت این اشخاص و جایها به نژاد آریایی است. نام نژاد آریایی آریا در ترکیب نامهای خاص آریایی در آثار تاریخ نویسان یونانی و رومی زیاد به کار رفته است که آن دلیل شناخت نام این نژاد در آن دوران در میان دیگر مردمان می باشد. آریا بیگنز، آریامنس، آریا پاتخس، آریانتس، آری برزانس، آری بزاس، آری امازیس، آری ارامنس، آری فارنس، آری امینس و غیره. اصطلاح اتنیکی آریا در ترکیب نامهای تاریخی جغرافی از قبیل الان، البان و ارن نیز محفوظ مانده است که آن ارتباط مستقیم آریایی ها را با این سرزمین ها ثابت می نماید. همچنان که می دانیم الان نام عمومی قبایل سکیفی گذشتگان مردم اسیتین و شکل سکیفی نام آریا می باشد. شکل دیگری نام اتنیکی آریا به گونه ایر در نام ایرستان به معنای مکان و یا جایگاه مردمان آریایی تبار اسیتین در کاوکاز محسوب می شود. آریا در نامهای اشخاص زمان اشکانیان بر اساس آثار پارتی کشف شده از شهرستان نیسا نزدیک اشخاباد نیز به مشاهده می رسد. آریا بانوک، آریا برزن، آریا مهرک، آریا نیستک، آریا ساخت. پس از آثار زمان هخامنشیان منابع دیگر در مورد نام آریا آثار زبانهای پارتی و فارسی میانه اشکانی و ساسانی به شمار می رود. تحولات آوایی نام آریا در دوره‌های تاریخی آثار زبانهای باستان و میانه چنین است: اوستایی ایریا، آثار هخامنشینی آریا، پارتی آری، فارسی میانه ساسانی ایر یا ایر و معنای آریایی و هم ایرانی توسط
پسوند آن ایران، بعداً ایران نامی کشور. در متن پارتی دو کتیبه زمان ساسانیان نام کشوری ایران به شکل آریان مطابق صوتیات زبان پارتی و در کتاب پهلوی دین کرد کتاب چهارم به گونه آریستان آمده است که این دلیل استفاده اصطلاح آریا در برابر شکل نوی آن یعنی ایران در آن دوران می باشد. از دوران ساسانیان شکل ایران بر عوض آریان آریانا به طور رسمی در آثار دوره‌های بعدی متداول می گردد. شکل پارتی آری در مقابل شکل فارسی میانه ساسانی با در نظر داشت مخصوصیت‌های لهجه شمالی غربی ادامه گونه آریه از زبان مادهاست. تفاوت میان شکل‌های پارتی و فارسی میانه در پایه تفاوت لهجه‌های شمالی غربی مادی و جنوبی غربی فارسی زبان مشترک آریایی غربی در ماد و پارس صورت گرفته است. در فارسی میانه در برابر معنای اصطلاحی معنای بنیادی آریه مطابق معنای اوستایی یعنی آزاده، اصیل و یا نجیب نیز محفوظ مانده است. این معنا هم در کتیبه های ساسانی در مثال کتیبه شاپور در کعبه زردشت در متنهای فارسی میانه و پارتی و هم آثار پهلوی به کار رفته است. یک جا با این معنا در آثار پهلوی واژه مذکور به معنای گرد، دلیر و قهرمان نیز آمده است که آن را میتوان مخصوص زبان فارسی میانه و آثار آن دانست. در زمان ساسانیان و آثار فارسی میانه از شکل آریه با ضمیمه پسوند جمع‌بندی آن مطابق صوتیات زبان فارسی میانه نام کشوری ایران متداول گردید. شکل نام ایران در زبان فارسی میانه تحولات بعدی اصطلاح آریانا از دوران مادها و هخامنشیان محسوب می شود. در زمان ساسانیان بنابر آثار خطی آن دوران نام ایران هم به معنای کشوری تاریخی آریاییان و هم ایرانیان است. به عباره دیگر در نام ایران در عهد ساسانیان یک جا به معنای کشوری ایران معنای کهنی آن یعنی کشور و یا سرزمین آریان نیز محفوظ مانده است. همچنین اصطلاح دیگری ارضی در زمان ساسانیان ایران شهر به معنای سرزمین و یا کشوری ایران همچون نامی رسمی شاهنشاهی ساسانی از اصطلاح کهنی آریایی آریانم خشسرم به معنای پادشاهی آریایی شکل گرفته است. اصطلاح ارضی و یا نامی کشوری آریانا آریان باری نخست در منابع یونانی به شکل آریانا به معنای کشوری آریایی ها ذکر می شود. بر اساس دلیل های فراوان زبانشناسی، تاریخی و باستانشناسی و جغرافی محققان سرزمین های زیستی آریایی ها و گسترش زبان های آریایی را از
میانه‌های هزار ساله اولی پیش از میلاد چنین ارزیابی کردند: دشت‌های جنوبی روسیه، ساحل‌های بحر سیاه نزد بحر آزوف تا شمال کوکاس، اسکیف‌ها و سرمدها، آسیای میانه، منطقه‌های نزد ساحل‌های سیردریا، قسمت شرق تا ترکستان شرقی، مردمان سکایی، وادی‌ها و واحه‌های آسیای میانه در حوزه زرافشان، قشقدریا و ناحیه‌های اطراف آن، سغدی‌ها، پایاناب امودریا، خوارزمی‌ها، بالا آب و قسمت‌های میانه ساحل‌های راست و چپ امودریا، باختری‌ها، یک بخش خراسان تا جنوب ترکمنستان، پارت‌ها، شمال و غرب ایران، مادها، جنوب و غرب ایران، پارس‌ها. منابع دیگر درباره برخی از مردمان آریایی آثار شومری، بابوری، ایلمی، یونانی و لاتینی محسوب می شود. به طور مثال کهن‌ترین منبع خطی در مورد ذکر مادها و پارسها در سرزمین ایران کنونی سالنامه‌های شومری متعلق به عصر نوح پیش از میلاد به شمار می روند. این همه دلیل چگونگی گسترش مردمان آریایی، زبانها و لهجه‌ها و فرهنگ و سنت آنها در چنین حدود پهناور جغرافی در هزار ساله اولی پیش از میلاد به بعد بوده است. سرزمین‌های زیست مردمان آریایی و زبان مشترک آریایی باستان یکجا با لهجه‌های محلی آن همین سرزمین‌ها و کشورهای اوستایی به شمار می‌روند. از نخست زبان کهن آریایی ایرانی و یا نخست زبان آریایی باستان که در اصطلاح علمی ایرانی باستان خوانده می شود، به طور مستقیم هیچ گونه نمونه از آثار خطی باقی نمانده است. ادامه این زبان مشترک از زبانهای آریایی باستان، زبان اوستایی، زبان مردمان ماد، فارسی باستان، زبانهای سغدی باستان، خوارزمی باستان، باختری باستان، اسکیفی باستان و دیگر زبانها و لهجه‌های باستانی سکایی محسوب می شوند. از زبانهای باستان تنها در زبان اوستایی و آریایی زمان هخامنشی، پارسی باستان، آثار خطی در دسترس ما قرار دارد. از این زبانهای سغدی، خوارزمی، باختری و سکایی تنها آثار مربوط به دوره میانه رشد آنها تا زمان ما باقی مانده است. مردمان آریایی شرقی و غربی در سرزمین‌های زیست خود در دوران خیلی طولانی ارزش‌های دینی و فرهنگی خویش را توسط زبان‌ها و لهجه‌های محلی حفظ نمودند. همچنان که از تاریخ گذشته آریایی‌ها به خصوص آریایی‌های شرقی برمی آید، این مردمان تا زمان استفاده خط و الفبا تمام ارزش‌های ذهنی خویش را از راه سنت گفتاری و یا شفاهی ادامه دادند. از این رو بیشتری زبانها و لهجه‌های کهن آریایی بنابر نداشتن خط از صحیفه‌های تاریخ بی نشان رفتند. حاصل سخن نام آریا، آریانا همچون اصطلاحی اتنیکی
در ترکیب نامهای اشخاص و نامهای جغرافی سرزمینهای تاریخی و یا وطنی مردمان آریایی هم در اوستا، هم در آثار زمان هخامنشیان، هم در منابع یونانی و علمی و اکدی کاربردی فراوان دارد که این همه دلیل منسوبیت این اشخاص و جایها به نژاد آریایی است. مهاجرت‌های قبیله‌های آریایی به سرزمین‌های دور و نزدیک باعث پراکندگی آنها شده، دلیل تحول اجتماعی و گوناگون شدن زبان مادری ایشان در سرزمین‌هایی است که در آنجا بعد از مهاجرت جایگزین شده‌اند. آن قوم‌های آریایی که در باختر و سوخت و منطقه‌های همجوار آنها ساکن شدند، به مرور زمان فرهنگ‌های خویش را پرورش دادند و دولت‌های خود را بنیاد نهادند که از تشکیل دولت‌های پیشدادی و کیانی، ظهور دین زردشتی و رواج زبان اوستا عبارت است. خویشاوندان و همقومان آنها یعنی ایرانیان به معنای امروزه بعد از مهاجرت وارد ایران شدند و بعد از مدت دولت مادها و بعد آن دولت هخامنشیان را بنیاد نهادند. با گذشت زمان احساس نزدیکی این دو خویشاوند به خاطر دوری از یکدیگر کمرنگ تر شد و فقط تصور مشترک ایشان در مورد خدای بزرگ اهورامزدا که یک پدیده پیش از زردشت می باشد باقی ماند. این مسئله اکنون اثبات شده است و در آن دانشمندان غربی هم نظرند. دانشمندان غربی شاخه‌هایی را که مربوط به حوزه تمدن ماست هند و آریایی و ایرانی می نامند. کشفیات تازه، سنگ نوشته ها، نسخه های خطی، سکه ها و آثار مختلف دیگر در نیمه سده گذشته در حوزه بزرگ آسیای میانه دید ما را زیاد تغییر داد و ما به واقعیت‌های بس مهم تاریخی رسیده ایم که در گذشته از آنها آگاهی نداشتیم. اکنون گفتن ممکن است که از همان آوان دوره‌های نخستین بعد از مهاجرت اقوام هند و ایرانی تا امروز شاخه ایرانی با وجود عمومیت تاریخی و زبانی در واقع دو تمدن با ویژگی‌های خاص در پهلوی یکدیگر بودند. تمدن ایرانی در غرب، ب. تمدن ایرانی دیگر در شرق یا بگوییم فرزن آریایی. در غرب قلمرو ایرانی تاریخی دولت‌های چون هخامنشی، پارتی، ساسانی و دولت‌های دوره اسلامی در کشور امروزی ایران به وجود آمدند که بیشتر با تمدن‌های جنوب و غرب سرزمینشان با بین النهرین، مصر، یونان و روم مناسبت و ارتباط داشتند که آن به جدایی آنها سبب گردید. در شرق ایران زمین تاریخی دولت‌های پیشدادی، کیانی، سکایی، یونان و باختری بعد از سقوط هخامنشیان و هجوم سپاهیان اسکندر، حکمروایی موقت و گاه دولت‌های هندی
در جنوب هندوکوش، فرمانروایی کوشانیان و دولت‌های مختلف و مستقل از خلافت اموی و عباسی در دوره اسلامی بیشتر پیوند با آسیای میانه به معنای تام آن، چین و نیم جزیره هند داشتند تا با ایران در غرب با وجود پیوندهای خویشاوندی. کاربردی واژه آریایی ایجاد خیالی هیچ کدام دانشمند نیست، بلکه اقوام هند و ایرانی خویشتن را آریایی می نامیدند که این حقیقت در مثالهای زیرین روشن مشاهده می شود. نام آریایی های هند آریا است. رجوع شود مثلا ریگ ویدا کتاب 1 سرود 51:8 که در آن یک موبد خدای ایندرا چنین خطاب می کند: فرق کن میان آریایی ها و دسیوه ها، دهنشینان، بیگانگان. پادشاهان هخامنشی مثل داریوش اول و خشایارشاه اول خود را نه تنها پارسی و از نسل پارسی می خواندند، بلکه خود را آریایی و از نسب آریایی هم می نامیدند. مثلا داریوش اول در سنگ نوشته نقش رستم فقره 2 می گوید: من داریوش هستم، پادشاهی بزرگ، شاه شاهان، پسری ویشتاسپ، یک هخامنشی، یک پارسی، پسری یک پارسی، یک آریایی از نسب آریایی. ساسانیان از قرن 3 پس از میلاد به بعد در سنگ نوشته های خویش خود را شاهنشاه ایران و انیران، یعنی شاهنشاه ایران و غیر ایران، فارسی میانه ایران به معنای آریایی است، می نامیدند. قبیله های ایرانی در شرق نیز خود را همچنان آریایی می نامیدند. رجوع شود به سنگ نوشته باختری رباطک که در زمان شاهنشاه کوشان کنیشک در آغاز قرن اولی پس از میلاد نوشته شده، یکی از مهمترین اسناد تاریخی محسوب می شود. در منطقه های شرقی ایرانی تاریخی، سرزمین های باختر و سوغد و سند و هند بعد از زوال و فروپاشی دولت یونان و باختر در عصرهای 2-1 پیش از میلاد، دولتی بزرگی کوشانیان به وجود آمد که در تاریخ با نام دولت هندو سکایی ها، به عباره دیگر ایندوسکیف ها مشهور گردید. این دولت یا امپراتوری به قول خود کوشانی ها شاهنشاهی تخمیناً در آخر عصر 2 اول عصر 1 تا میلاد به جای دولت یونان و باختر تأسیس یافته. نام باستانی باختر که 1000 ساله ها نام یک منطقه قدیمی و مرکز آریانا بود، با نام قبیله های اساسی کوشانی ها، تخاری ها، به نام تخارستان یا
تاخریستان تبدیل یافت. آنها در این دوره سالشماری مخصوصی کوشانی را به وجود آوردند که هنوز به طور مشخص بازخوانی نشده است. یعنی گفتن ممکن است که با تأسیس دولت کوشانی ها در تاریخ آسیای مرکزی و قوم های ایرانی این منطقه ها تحولات عظیم تاریخی به وجود آمده، خلق های این سرزمین به دایره مناسبت های نوی اجتماعی و سیاسی کشیده شدند. کوشانی ها که خود یک قوم ایرانی اصل بوده، در یک مدت معین سرزمین های خود را وسیع نموده، از هندوستان تا بحر ارل و از چین تا هرات یک امپیری یا شاهنشاهی بزرگ تأسیس دادند و از آخر 1000 ساله تا میلاد تا مابین‌های عصر 6 میلادی هیتاری ها آخرین بازمانده های آنها بودند که از طرف ترک ها در سالهای 563-567 تارومار گردیدند و سرزمین آنها بین خاقان ترک و ساسانی های ایران تقسیم گردید. در تاریخ و تمدن و فرهنگ این منطقه نقشی بارزی داشتند. این سلاله بر رونق علم و معرفت توجه زیاده می‌داد و زبان کارگزاری و رسمی این شاهنشاهی در برابر زبان یونانی در اول و زبان پهلوی در آخر زبانی بود که آن را بر اساس تحقیق آثار بازمانده آنها پژوهشگران باختری نامیده اند و خود آنها در اساس یک سنگ نوشته سالهای آخر به دست آمده آریایی خواندند. این سنگ نوشته در سال 1993 از ناحیه رباطک در ولایت سمنگان افغانستان 50 کیلومتر دورتر از معبد سرخکوتل ولایت بغلان یافت گردید که آن دارای 22 سطر، 90 سانتی متر درازی، 50 سانتی متر بر و 25 سانتی متر قفسی می باشد. کنیشک خواست تا جهانگشایی هایش را شجره‌نامه خویش و خدایانی را که به آنها معتقد بود برای نسل‌های آینده به میراث بگذارد، طوری که هخامنشیان و ساسانیان هم این کار را کردند. این مسئله برای کوشانیان خیلی مهم بود، زیرا آنان شاهنشاهی بزرگی را به وجود آوردند که در کنار شاهنشاهی چین و شاهنشاهی روم هند تابع شاهنشاهی کوشان بود، سومین قدرت بود که در آن زمان در جهان معلوم وجود داشت. شما گفتاری پنجم را از روی کتاب یکم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، زبان ملت هستی ملت، تحت عنوان به سوی پایندگی، در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپور شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.